به نظرتون کسی هست که نخواد اورژانسی تا شب عید لاغر شه؟ اگه میخوای اورژانسی تا شب عید تجربه لاغری 4 تا 11 کیلو رو تجربه کنی، با من همراه باش. پستم رو لایک کن، پیجم رو فالو کن و برای دوستات بفرست. اول از همه باید بدونید که شما استوپ وزنی داری یا نداری. اگر استوپ وزنی داشته باشی از این فرمول استفاده کن. 2 تا بوت سیر سیاه رو کامل بکوبید، نیم کیلو عسل طبیعی و ارگانیک رو بهش اضافه کنید. این ترکیب برای 1.5 تا 2 ماهتون کافیه. میتونید صبح به صبح ناشتا 1 قاشق مرباخوری ازش استفاده کنید. فرمول دوم، لاک محصول، تخم کرفس، تخم سفید، زیره سیاه، زیره سبز و چای سبز رو مخلوط میکنید و میکوبید. بهش سرکه سیب ارگانیک اضافه میکنید و بعد آسیابش میکنید. بعد آسیاب کردن 3 تا 4 روز داخل یخچال باید این ترکیب استراحت کنید. بعد از این 3-4 روز ترکیب رو دوباره آسیابش میکنید و الان آماده است برای مصرف کردن. صبح، ظهر، شب 1 قاشق مرباخوری قبل یا بعد از غذا میتونید میل کنید. حالا معرفت بذار و 2 تا قلب قرمز برام کامنت کن.